یک برقی نام زنش سیما بود. میره ثبت احوال نفوس که نام زنش را تغییر دهد. مدیر شعبه میپرسه حاجی جان چرا نام زنت میخوای تغییر بدهی؟ نفر میگه من برقی هستم، شاگردم هر لحظه میپرسه استاد سیما را لچ کردم، حالی چی کار کنم؟ یک چرسی موتر بادنجان رومی قاچاق میاره افغانستان. گمرک دستگیرش میکنه. مدیر گمرک میگه جریمت یه جعبه بادنجان باید بخوری. چرسی هم شروع میکنه به خوردن بادنجان و صدا میکنه آخ بدبخت شدی گل آقا. گل آقا خدا زده‌یت، بخوری شکم‌ور میشی گل آقا. مدیر گمرک میگه گل آقا کی است؟ میگه گل آقا کاکایم است. او همراه یک موتر مرچ سرخندی قاچاق از پشت سرم میگه. یک نفر از سرک میگذشت، صدایی گفت ایستاد شو. مرد ایستاد شد. همان لحظه خشت پیش پایش افتاد. نفس راحتی کشید و به راه افتاد تا خواست از سرک بعدی بگذرد. باز همان صدا گفت ایستاد شو. همان لحظه یک موتر با سرعت از پیش رویش گذشت. مرد پرسید تو کیستی؟ صدا آمد فرشته نگهبانت. مرد گفت پس وقتی من ازدواج میکردم تو در کدام گور بودی؟ صدا آمد گفت 2 دقیقه رفتن تشناب تا آمدم دیدم گویته کردی در زندگی.